تصمیم گرفتم جای اینکه بریم ظرف پذیرایی عیدمون رو بخریم، خودمون با مامانم تو خونه درستش کنیم. ساخت وسایل هنری و کاربردی با مامانم. قبل هر چیزی باید بیسمون رو انتخاب کنیم و همینطور رنگا و طرح‌ها که ما گفتیم رنگ آبی رو برای طرح انتخاب کنیم که رنگ آبی روشن، سرمه‌ای و کرمی گرفتیم. بیسا رو قبلش باید حتما سنباده بزنید، مثلا لبه‌های تیزشو اینجا پاسه پیدا کرده بودم لبخند میزد. بعد دیگه بیس وقتی سنباده زدیم بعد تمیزش بکنیم حتما. طرحمون هم که انتخاب شد، دورش رو برش زدیم و گفتیم چیدمانش رو انجام بدیم. قبل چیدمان بکنید و طرحتون رو انتخاب کنید. چیدمان که انجام شد شروع کردیم رنگ کردن، زمینه رو کرمی کردیم و با یه دست رنگ کردن کافی نبود، هنوزم حالت رنگ چوب کار پیدا بود. لبهاش هم سرمه‌ای و کنارهاش هم آبی روشن کردیم. بعد دیگه گفتیم حالا اون ظرف قاشق چنگالی هم که گرفتیم و همین رنگی بکنیم، اونم بیرونش رو آبی روشن و داخلش رو سرمه‌ای کنیم. بعد یه با قلم استنسیل که نداشتیم، اون سایزو گم کرده بودیم، یه تاج قشنگ زدیم روش. داخل این کارم سرمه‌ای کردیم، بیرونم گفتیم کرمی باشه که طرحمون مشخص باشه. اونم همینطور تاج زدیم. بعد دیگه می‌خواستیم دکوپاژ سولو بکنیم، باید بکنید توی آب تا طرح از روی هم جدا شه و بچسبونید روی کار و حتما آب از زیرش جدا بکنید. اینو من بلد نبودم، من مامان یاد گرفتم و تونستم خودمم انجامش بدم. بعد دیدیم خیلی خودشو نشون نمیده، گفتیم یه تاج طلایی هم با قلموی استنسیل روی کار بزنیم که خودشو بیشتر نشون بده وقتی نور میخوره. و من بعدش هم یه جلای اکریلیک روش زدم. اینم از نتیجه ظرفای قشنگمون که میتونید توش همه چی بذارید. ما تو شکلات گذاشتیم و میوه های پذیراییمون. مطمئنا خودتون درست کنید، یه طعم دیگه ای داره.